من کریموف خوجا رخیموویچ سال تولد 1 اکتبر 1960 زوده دهه قزلقله نوهای غزمالی. این نوار از بازپرسی خوجا کریموف معروف به خوجا کماندیر است که شام 19 فوریه از طریق تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان پخش کردید. مسئولین وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در این برنامه از شهروندان دعوت کردند که اگر نسبت این فرمانده پیشین فرانت خلق یگان دعوایی دارند می توانند به مقامات مراجعت کنند. در این برنامه نوار بازپرسی خوجا کریموف نیز نمایش داده شد، ولی معلوم نیست که او در این بازپرسی ها چی گفته است و تا کجا به اتهام اعلام کرده مقامات راضی است. در نوار خوجا کریموف خیلی خسته به نظر می رسید. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان فعلا علیه خوجا کریموف بر اساس 5 ماده کودکس جنایی از جمله آدمکشی، گروگانگیری، عذاب و عقوبت، بندیتیسم و غیر قانونی نگاه داشتن سلاح پرونده جنایی باز شده است. از روی این اتهام ها خوجا کریموف را سالهای طولانی زندان تهدید میکند، اما مقامات رد نمیکنند که با دریافت شکایت های نو ممکن است نسبت خوجا کریموف با اتهام های دیگر نیز پرونده جنایی باز شود. با گذشت 5 روز از استرداد خوجا کریموف از شهر دبی امارات متحده عرب به دوشنبه نظر پیوندان و وکیل دفاع او فعلا دسترس نیست. روز 20 فوریه همسر خوجا کریموف به زنگ تلفنی ما پاسخ داد، اما از صحبت با ما خودداری کرد. خوجا کریموف یا معروف به خوجا کماندیر ماه ایول سال گذشته در شهر دبی امارات متحده عرب بازداشت و روز 16 فوریه به تاجیکستان استرداد شد. وی از سال 2008 در جستجوی بین المللی بود. سالهای اخیر در مالزی میزیست و به تجارت مشغول بود.